جون من میخوام یه کاری کنم. ببینید فردا همون ساعت هم نه فردا چجوری بگم، خدایا بهم کمک کن. الان خیلی خستم بعد اجرا اومدم، ولی خب هیجان باعث شد که بخوام این کار کنم. الان اگه بیدار میمونید، من تا چند دقیقه دیگه اون پستی که میخواستم بذارم اینستا رو آماده میکنم. پست اینستا رو میذارم، اون چیزه رو، اون اکولایزر، اون ماشینی که توی یوتیوب میذارم اونم میذارم. یعنی اول اونو میذارم، بعد لینکشو میذارم تو استوری، بعد پست میذارم. شما به پست توی اینستاگرام کلی عشق بدید، شیر بدید، شیر کنید، کامنت بذارید، دیگه عشق بدید دیگه، مثل همیشه این که این کار کنید. بعد یوتیوبم برید، اونایی که سابسکرایب دارید یا ندارید اصلا مهم نیست، برید اونو ببینید یوتیوب. من امشب موزیکو منتشر میکنم که زودتر به گوشتون برسه و فردا هم سر همون ساعتی که بود دیگه، ساعت 8 از همه سایت های رسمی